مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با پروتاپوپوف 29 نوامبر سال 1937. محترم رفیق پروتاپوپوف، در ماه مارت همین سال یک نفر از کارکنان ژورنال شرق سرخ که در استالین آباد نشر می شود به من خط کرده برای ژورنال مذکور یگان مقاله نوشتنم را خواهش کرد. من در موضوع قرار تاریخی سکه ویکی‌پدیا که سال 1932 23 فوریه درباره صنعت و ادبیات برآورده بود مقاله نوشته فرستادم. اما در همین روزها آن کارکن ژورنال به من نوشت که به درج کردن آن مقاله محرر گزیته تاجیکستان سرخ رفیق شریپوف که در عین زمان محرر ژورنال مذکور هم اوست رخصت نداده است و به این سبب کرده همین را نشان داده است که گویا یکی از کارکنان سکه تاجیکستان با وی گفته باشد که درج نکن. این چنین از یکی از کارکنان نشریات شنیدم که تاجگیز بعد از به چاپ تیار کردن اثرهای من و به خرستمت ها در آوردن پارچه های اثرهای من به کدام سبب نامعلوم دوباره آنها را از چاپ نگاه داشته است. به همین مناسبت می خواهم همین را هم عرض کنم که 29 نوامبر سال 1937 در نمره 274 2770 گزیته تاجیکستان سرخ در همان روزها در گزیته کمونیست تاجیکستان هم با امضای آچیلدی و جلیلوف یک مقاله برآمده بود. موضوع اساسی مقاله ترجمه و تحریر کنستیتوسیای رسس تاجیکستان بود که به من هیچ دخل نداشت. با وجود این نویسنده مقاله در یک جای مقالهش به هیچ اساس به هیچ مناسبت مرا ملتچی بورژوازی گفتنام برده بود. این مسئله هم تا حال یک طرفه نشده است. من گمان میکنم عجب نیست که در خصوصی براهای نامعلوم نگاه داشته ایستادن چاپی اثرهایم و به ندر آوردن مقاله‌ام در ژورنال همین مسئله هم دخلدار باشد. البته چاپ شدن یا نشدن یک مقاله نه برای من و نه برای دیگران اهمیت ندارد، اما از آنجا که به چاپ نکردن آن یک نوع بوی مرا به آبرو کردن و در بدنامی نگاه داشتن هست، مسئله اهمیت پیدا می کند. من به واسطه شخص شما از سکه تاجیکستان التماس می کردم که با یگان تعلیمات مسئله من معین و یک طرفه کرده می شد. سبب خاطر جمعانه به کار ادبی دوام کردن من می گردید. باز یک مسئله دیگر هست که آن هم به مسئله در بالا گفته شده به دخل نیست. باید به اشارت شما باشد که تاجگیز کار سودی در حق من کشاده اش را خواباند. دگوار را دوباره به عمل در آورده به من فرمود که تا سر ایولی همین سال کار لغت را تمام کنم. من همه کارهای دیگرم را خوابانده به بالای همین کار تاجگیز کار کرده ایستادم و امیدوارم که تا سر مهلت تمام کنم. اما تاجگیز 4247 تیره 11 سومی مرا که به حسابی 14 می سال 1937 از من از وجه کارهای دیگرم قرضدار مانده است نمی فرستاند. من مجبورم که تنها با پنسیه زندگانی کنم. برای معلومات یک نسخه از کافیه قرار اوزگلاولیت
و یک نسخه از گزیت لنین یولی که در سال گذشته هجوم به من را ردکتور سابق او دشمن فاش شده خلق زکی ستاروف در همین گزیت تشکیل کرده بود و حالا این گزیت در همین نمرهش نادرست بودن آن هجوم‌های به من کردهش را در یک مقاله ردکسیونی اعلان کرده است. به این مکتوب فرستادم. با سلام و احترام، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهم حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. سال 1938 به ابوالقاسم لاهوتی، 4 اپریل سال 1938. فاضل محترم، مکتوب اولین شما را که گرفتم با زبان روسی ترجمه کننده به مجلس سکرتریات داده و تکلیف کردم که زودتر کار شما را رسیدگی کرده یک خاتمه دهند. من گفتم که وقت راجع به یک نویسنده مشهور در سر زبانها و در بعض روزنامه‌ها نسبت‌های بد می‌دهند، عقیده من این است که باید رسیدگی کامل و تفتیش سره در آن باره بشود که یکم، اگر آن گپ‌های زبانکی و نوشتگی درست باشند پس این را آشکار نموده به آن کس جزایی درکاری دهند. دویم، اگر این گپ‌های کوچه و بعضی مطبوعات اساس ندارند باید به طور قطعی گوینده و نویسنده آنها را فاش نموده و جزایی درکاری دهند که آبروی مردم را نبرده بگذارند خدمت کنند. همین را به رفیقان پروتاپوف و یوسوپوف هم گفتم. اوستوفسکی به جمعیت نویسندگان تلگرام فرستاد که کمیسیا کنند. چند روز پیش تلگرام رفیق یوسوپوف رسید که مژده درست شدن کار شما را می دهد. این همه را خوشحال کرد که آخرش کار به خیریت انجام گرفت. من یقین دارم که به سختی ها تسلیم نشده اثرهای خوب به منفعت خلق فاتح شورایی، به منفعت حکومت سویتی و پارتی کمونیستی خواهد نوشت. شما در مکتوبهای خودتان گله کرده اید که آدمهای پایانی هرچی توانستند در حق شما بدی کردند. آخر دامولا جان، آدمهای پایانی در حق کی بدی نکردند؟ البته ما پایانی را نسبت به صفت و اخلاق آنها میگیریم. شما میبینید که با آن مرد بزرگ دنیایی به مکسیم گورکی چی ها کردند و شاید اینکه او تا دقیقه مردن به خدمت کارگر و دهقان، به خدمت وطن سوسیالیستی مشغول بود. این برای ما درس باید شود. اگر خدمت ما به خلق و به پارتی کمونیستی صادقانه باشد، آن وقت کار ما فایده‌ناک، حیات ما قیمتدار و اثر ما جاویدانی است و از هیچ کس و از هیچ چیز نباید بترسیم. منتظر خواندن اثرهای نوی شورایی شما، مخلصتان
لاهوتی. از طرف بانو به عائله محترمتان و از طرف من به همه فرزندان عزیز سلام برسانید. امیدوارم سلامت باشند و خوب بخوانند. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت